اسکین میخوایم عوض کنیم. سلام بچه، من پارسا تایری 2025 هستم. به چنل خودتون خوش اومدید. اومدیم امروز با ولاگ ماهیگیری بنازم. ماهیگیری جان کلا با میندازیم، ببینیم در یک روز چقدر میتونیم سید کنیم. اولی اومد جان. اینا پختن، اینا نپختن. چیه گذاشتیم؟ خب داشتیم میگفتیم اومدیم با ولاگ ماهیگیری ببینیم چقدر در روز بتونیم ماهی سید کنیم. ای جان بچه در کنار ماهیگیری ممکنه یه سری شرط و پرت هم بیان. یعنی نیم جونه، درست پروتکشن و اینا داره، فقط نیم جونه، الان به درد من نمیخوره. برادرم کنارم، یکم صدا اگه میاد ببخشید، از برادرم صدا میاد. همین کلا به عادی خوبه، کلا پروتکشن نمونه. سومین سید چهارم سالمون هایی. آفرین پیش الان به چه درد من بخوره؟ نه تور عنکبوت الان به چه درد من بخوره؟ ای از دستم در رفت بچه ها، ببخشید. با عشق دارم ویدیو براتون ضبط میکنم. داداشم نبود با عشق دارم براتون ضبط میکنم. شش تا ماهی تا الان سید کردم. هفتمی هم اومد تو قلاب. هشتمی هم الان چرا نمیتونم هشتمی هم اومد. سالمون آجی سالمون با برفش میاد. خدایا ریدم تو هرچی پافرفیشه. ببخشید من فوش دادم، ولی واقعا نهمی سیدم کردیم. ای کلا بل دستم در رفت وگرنه براتون سید میکردم. دهمی هم اومد. هفتمی هست اونجا بستم. یکی باشه تورم هایی برید تور انداخته مگه مایکرافت تور داره.
میگه مایکرافت تور داره اینو منظورم همینه. میگم چطوری بهتون توجه کنم کلا اسمش یاد بگیر باید بگیر فشو. ببخشید بچه ها یکم دیگه این ویدیو یکم بهتون شاید نچسبه ولی برادرم نبود بیشتر میچسبید تو نچسبید جان. 10 تا 11 تا وایسا ببینم 11 به اضافه چند تا اینجا داشتم 11 به اضافه 12 و 12 24 و 6 و 5 11 24 به اضافه 11 35 35 تا در کل ماهی داریم. بله بچه ها این داداشم ماشین حسابمه. چجوری من به موجانگ بفهمونم خدایا. حرکت رو داری ریدم تو حرکت تو میبرم بلوش سرم تو میتونی نه خب سرتی در میکنی یه سی درستی. آره بچه یکم در سر پیش آمده برای پشتی 12 با این چند تا شد واسه ببینم ماهی خواه 14 20 تا ماهی خواه 12 بود 14 دستم پلش میکنی 26 هم 12 38 38 در جمع چی اینجا کنده سیاهش تو بود نه؟ سیاهمی هم برات گرفتم ای با خرفش باید بخیر بکنه فیش عادی 40 تا من هی فوت میکنم نفسم میگیره بچه خدایا. خودتون متوجه میشین من چی میگم. فشار چیه؟ دو تا ماهی الان بچه
بزن بریم بپخیم بذاریم جلوی. ما میریم بخوسبیم تا اینا آماده بشن. چیکار موی برای یا طبقه زیر اینجا اینجا 10 نفره. این لیگ با ظرفیت 10 نفر خوب شده. هنوز اینا آماده نیستن. برزه با یک از بهترین سوخت ماینکرافت هم دارم چیز میکنم میپزم. یعنی هنوز یه صبح تا شب نشده. میبینید صدای چرت کردن برادرم اصلا چیز چی میگم بهش چیز خاصی نیست داره. همین ویدیو رو برام ضبط میکنم بخندیم آقایی. ای جانوی خاموش شدی. میارم اینجا 16 به اضافه 26 میشه چند داشت؟ 16 به اضافه 26 42. بله 42 تا موقع داریم. این هم داره از آن میگیره. اینه برای چه من اینجا ماهیگیری بیارم جنج دارم اصلا غم ندارم. اینجا که ما توش هستیم خب چی پشما رو بردارم بایی چی خرش مستراب ندارم. ما میخوایم اینجا مستراب بسازیم. مستراب چیه؟ خلیج عرب. بله آره میخوایم یک خلیج عرب گولی مگولی اینجا بسازیم که خلیج عرب متاسفانه بوی خوبی نمیاد.
چقدر شد من نمیدونم فقط میدونم تو نمیتونم حرف بزنم با شما حرف میزنم یاد نکن بذار ما زیر بزنیم ای سرخون نه لطفا خلي أنا تو اومدی خلیج عرب باشی ولی بیا بفرما داخل من کار دارم بفرما آره دیگه میگم برو دیگه برو دیگه خلیج عرب یا لطفی گیر آورده باشد بقیه سونسور اینجوری بکشیمش اینجوری وقتی داداشم میگه آره خیالت راحت ویدیو زد صدا نمیده 2 دقیقه بعد خب دیگه در پورت‌های بعد ماهیگیری اونرم به شما به اشتراک میذارم خدا حافظ امیدوارم سال خوبی رو داشته باشید سال نو رو به همتون تبریک میگم امیدوارم هیچ وقت شهری بری نشید و امیدوارم همه امتحانات خوب پشت سر بذارید و سال خوب و موفقی داشته باشید خدا حافظ شما خدا حافظ به گل روی شما